بارفیکس رفتن میدونم آرزوی خیلیاتون سعی کردید اینجوری خوشگل بارفیکس بدید. نگاه چقدر قشنگ بارفیکس میده. تو این ویدیو میخوام بهت یاد بدم که چجوری بارفیکس بری. ویدیو امروز هم جنگی میگیرم، حوصله‌تون خیلی سر نره. تون توضیح میدم دیگه، شما هم بشین یادداشت کنید، نکته برداری کنید، حالش رو ببرید دیگه. واسه بارفیکس رفتن شما باید اصلا دستای قوی داشته باشی. قبل از اینکه بخوای یه سر آویزوشی بکشی بالا که نمیتونی بکشی بالا، باید یاد بگیری چجوری دستاتو قوی کنی. واسه اینکه بفهمی دستات قویه یا نه، اول باید بتونی خوب شنا بری. شنا برو. چه آدم خودنماییه؟ می‌بینی؟ هر وقت تونستی خوب با کنترل کامل شنا بری، یعنی که تو دستات قوی و میتونی وزن بدن خودت کنترل کنی. هر وقت تونستی وزن بدن خودت کنترل کنی، یعنی که چی؟ میتونی خودت بکشی بالا. آویزون شو. اینقدر قدش بلنده آویزون میمونه انگار پاهاش تو زمینه. واسه اینکه شما بتونید خوب بارفیکس بری، باید ساعدهای قوی داشته باشید. دستاتون باید بتونه وزن بدنتون رو کنترل کنه. طول روز هر چقدر میتونید آویزون بمونید. باید هر بار سعی کنید رکورد خودتون رو بزنید. تایم بگیرید یا از یکی بخواید که براتون تایم بگیره. هی باید رکورد خودتون رو بزنید، هی پیشرفت کنید تا اینکه قدرت دستت بره بالاتر. بدن خودت اینجوری بازی میده. ببین از اینجا سعی میکنه خودشو بکشه بالا. از اینجا همونجوری که آویزون موندی اینجوری هم بازی کن. بارفیکس رفتن با کمک پاهاته. بهش میگن بارفیکس استرالیایی. اگه تیاریکس داشتی خونت که اینجوری بارفیکس میدی، سینه بالا، بدن صاف. به همین زیبایی بچه‌ها مثل سامان باشید. ببین سامان چقدر خوشگل میره. حالا اگرم بارفیکس نداشتید اینجوری میرید. اینجوری. اگرم دسترسی به تیاریکس نداشتی میتونی به از اسپید استفاده کنی. میاد تو اکثر باشگاه بدنسازی تیاریکس نیست. همون کاری که رو تیاریکس انجام میدادی و اینجا اینجوری انجام بده. این باید بیاد زیر سینه. دقیقا مثل پرسینه زدن، فقط معکوسش، برعکسش. گفتم بیای بالا مگه؟ بیا. مرحله بعدی بارفیکس رفتن با کمک یکی از دوستاتونه. برو بالا. پاتو خم کن. آفرین. اینجوری پاهاشو میگیرم میره بالا با کمک من. میره بالا. آروم با کنترل میاد پایین. بالا. با کنترل میاد پایین. ببین میپره، با کنترل میاد پایین. میپره، میاد پایین. میپره. شروع میکنه به بارفیکس رفتن با کمک کمتر. شما فقط با یه دستو میگیری زیر کمرش. حتی شما منظورم اونی که کمک میکنه. برو بالا. با یه دست کمکش میکنی. با یه دست شروع میکنه بارفیکس رفتن. دیگه یاد گرفت. بلدی الان میدونی چجوری باید بارفیکس بری. خسته نباشی. بچه‌ها این تمرین‌ها رو تا حد اکثر توانتون هر روز سعی کنید انجامش بدید و هر بار سعی کنید که رکورد خودتون رو بزنید. اگه سعی نکنید رکورد خودتون رو بزنید و هر بار به خودتون پیشرفت کنید، هیچ وقت نمیتونید به این مرحله برسید که خودتون بارفیکس بزنید. هیچ وقت مثل سامان نمیشید. سامان زیر هوا بگی. هیچ وقت اینجوری نمیشید. منم تو فیلم باشم. بازو بگی. هیچ وقت اینجوری نمیشید.
نه این ربطی به بافیکس نداره. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بای بای.